14 وگان قطاری که از شهر پتنه به ایندور حرکت می‌کردند بامداد روز 20 نوامبر از راه خارج شدند. فلاکت ساعت رخ داد که اکثر 500 نفر از مسافران در خواب بودند. مقامات میگویند هنوز هم تعداد دقیق قربانیان معلوم نیست، زیرا نه همه آنها را از داخل آهن‌های به هم پیچیده بیرون کشیدند. در شفاخانه بسیاری از آسیب دیدگان در کنار نزدیکانشان بستری شدند. وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارد. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند. فلاکت پرقربانی قطار در هند در 6 سال اخیر دیگر باره نگرانی‌ها را درباره رعایت مقررات امنیتی در شبکه‌های راه آهن این کشور برانگیخته است. قطار یکی از وسیله‌های اساسی مسافرت میلیون‌ها نفر در هند است، ولی حکومت برای ترمیم و تجدید راه و قطارها به قدر کافی پول جدا نمی‌کند. سبب‌های از راه خارج شدن وگان‌ها هنوز معلوم نیست، ولی شکستن یک قطار را سبب احتمالی فلاکت می‌دانند.